امروز قراره یه نگاهی بندازیم به منابعی که شما برامون فرستادید. منابعی که خب درباره یه موضوع خیلی جالب حرف میزنن. دگرگونی شخصی، اونم با الهام از فلسفه رواقیون. و یه چارچوب زمانی هم داره. 1 روز، 1 هفته و 1 ماه، برای اینکه خب یه نسخه جدید از خودتون بسازید. میخوایم نکات اصلیش رو با هم بکاویم. خیلی از ماها ممکنه گاهی میدونید حس کنیم توی یه چرخه گیر افتادیم، شبیه اون داستان روبن، زندگیش انگار خالی شده بود، بی هدف، تا اینکه یه جمله از مارکوس اورلیوس که هم امپراتور روم بوده هم فیلسوف رواقی انگار بیدارش میکنه. و جالبه که اینجا فلسفه رواقی که میدونید روی کنترل درونی و منطق و اینا تاکید داره، مثل یه نقشه راه عمل میکنه. دقیقاً. خب بیایید یکم بازش کنیم. این منابع میگن که لازم نیست دنبال تحولات خیلی بزرگ و یهویی باشیم. این خودش جالبه. چطور ممکنه فقط 1 روز نقطه شروع باشه؟ به نظر خیلی کمه برای تغییر واقعی، نه؟ ببینید نکته کلیدیه که منابع روش تاکید دارن اینه. قدم اول اینه که با خودمون راست باشیم. یعنی دست از خودفریبی برداریم. بهونه‌هایی مثل باشه وقتی وقت کردم یا حالا کو انگیزه. اپیکتتوس، یه فیلسوف رواقی دیگه که داستان زندگیش هم جالبه، یه سوال اساسی میپرسه. میگه تا کی میخوای صبر کنی تا بهترین ها رو از خودت طلب کنی؟ منابع میگن جوابش همین امروزه. با یه کار مشخص، یه اقدام قاطع. مهم نیست حسش هست یا نه، مهم اینه که عمل کنی. حتی یه کار کوچیک، مثلا یه قولی به خودت دادی، همون رو انجام بدی. این به مغز سیگنال میده که آره تغییر ممکنه. آها، پس اون روز اول بیشتر انگار برای اینه که به خودمون ثابت کنیم میشه. یه جور شکستن طلسم اون نمیشه ها. خب بعد از این 1 روز منابع میرن سراغ 1 هفته. این مرحله چطوری کمک میکنه؟ یعنی چطور تعهد رو میسازه؟ دقیقاً. اینجا بحث وفای به عهد با خود خیلی مهم میشه. منابع میگن هر بار که به قولی که به خودت دادی عمل نمی کنی، یه ذره از اعتماد به توانایی خودت کم میشه. شاید حتی متوجه نشی ولی اثرش هست. پیشنهادشون چیه؟ خیلی مشخصه. هر هفته فقط 3 تعهد کوچیک ولی واضح برای خودت بذار. و نکته کلیدیش اینه، حتما انجامشون بده، هر طور شده. یاد حرف مارکوس اورلیوس میافتم که میگفت با دیگران صبور باش اما با خودت سختگیر. 1 هفته زمان خوبیه تا یه الگوی اولیه از این سختگیری مثبت رو تجربه کنی و به خودت بگی آره من میتونم پای حرفم وایستم. درسته. پس هفته اول در واقع تمرین اینه که با خودمون راست باشیم و به قولهامون عمل کنیم تا اعتماد به نفسمون بیشتر بشه. حالا میرسیم به مرحله 3، 1 ماه. اینجا ادعا یکم بزرگتر میشه. منابع میگن 30 روز میتونه شما رو به کسی تبدیل کنه که حتی خودتونم به سختی بشناسیدش. این چطور ممکنه؟ خب ببینید این ادعا بر اساس این ایده است که 1 ماه یعنی حدود 30 روز یه دوره زمانی نسبتاً قابل توجهیه. طبق چیزایی که تو منابع اومده و خب تحقیقات رفتارشناسی هم تا حدی تاییدش میکنه، این مدت زمان کافیه تا اون کارهای کوچیک روزانه دیگه فقط یه سری کار نباشن. تبدیل بشن به چی؟ به عادتهای پایدار. عادتهایی که دیگه اتوماتیک انجامشون میدی و این عادتها هستن که شخصیت ما رو شکل میدن، مثل آجرهایی که روز به روز بی صدا خونه شخصیت ما رو میسازن. وقتی شما 30 روز پشت سر هم کارهایی مثلا مدیریت توجهتون رو تمرین کنید یا یاد بگیرید به چیزایی که حواستون رو پرت میکنه نبگید و از همه مهمتر یاد بگیرید عمل کنید حتی وقتی اصلاً حس و حالش نیست، اینا دیگه فقط یه سری رفتار نیستن. اینا میشن بخشی از این که شما کی هستید، با انضباط پیش میرید. همین انضباط مداوم تو طول 1 ماهه که اون تغییر هویتی عمیق رو ایجاد میکنه. چه نگاه جالبیه. یعنی هویت ما بیشتر محصول انضباطمونه تا اون جرقه های انگیزه که میان و میرن. خب ولی این مسیر که همیشه صاف نیست، شکست بخوره، درسته؟ منابع در این مورد چی میگن؟ با این لغزش ها باید چی کار کرد؟
کاملا درسته. و خب اینم یه بخش مهم از آموزه‌های رواقیونه که تو منابع هم بهش اشاره شده. یعنی باید آماده باشیم که ضربه بخوریم، زمین بیفتیم. انتظار یه مسیر هموار و بی دردسر واقع بینانه نیست. منابع خیلی تاکید میکنن که هر لغزش، هر شکستی پایان راه نیست اصلاً، بلکه یه فرصتی برای یادگیری، برای اینکه بفهمیم کجای کار ایراد داشت و دفعه بعد قوی‌تر بلند شیم. یه مثال قشنگی توی یکی از منابع بود از یه مرغ کوچولو که بارها سعی میکرد از یه کوه رد بشه، ولی باد هی پرتش میکرد عقب، اما دست بر نمی داشت. انگار هر بار که میافتاد با خودش میگفتش این شکست نیست، دارم یاد میگیرم چطور باید پرواز کنم که باد حریفم نشه. پیام اصلی همینه، زمین خوردن مهم نیست، دوباره بلند شدن و ادامه دادن مهمه. استقامت. بسیار خوب. فکر میکنم یه تصویر خیلی خوبی از این چارچوب به دست آوردیم. ممنون. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم برای شنونده ها، این منابع دارن به شما میگن که یه تغییر بزرگ، یه دگرگونی واقعی میتونه با یک قدم کوچیک شروع بشه. یک روز عمل قاطعانه، فقط یک روز. بعد با یک هفته تمرین تعهد، یعنی پایبندی به قولهایی که به خودتون میدید، این روند تقویت میشه. و نهایتاً با یک ماه استمرار، یعنی تبدیل اون کارها به عادتهای روزانه و پایدار، این تغییر تثبیت میشه و یه هویت جدید شکل میگیره. کلیدهاش هم چی بود؟ شکستن بهونه‌ها، وفای به عهد با خود، عمل کردن حتی بدون حس و حال، ساختن عادتهای درست و خب استقامت در برابر سختی‌ها و شکست‌ها. دقیقاً. و یه نکته نهایی هم هست که به نظرم خیلی مهمه و از دل این منابع میاد بیرون. برای شما که دارید گوش میدید، لازم نیست حتما منتظر یه الگو، یه قهرمان بیرونی بمونید که بیاد راه رو نشونتون بده. منابع تاکید میکنن که شما خودتون با انتخاب ارزش‌هاتون و زندگی کردن بر اساس اونها میتونید تبدیل بشید به همون الگویی که شاید همیشه دنبالش بودید، حتی اگه هیچ کس هم نفهمه، حتی اگه کسی تشویقتون نکنه. این برمیگرده به اون حرف معروف اپیکتتوس که تو منابع هم بود. اول به خودت بگو میخوای چه کسی باشی، بعدش هر کاری که لازمه رو انجام بده. این قدرت، این مسئولیت کاملا دست خود شماست.